دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و یک برنامه جدید از برنامه‌های تحقیقی خدمتتان تقدیم می‌کنیم. دوستان عزیز، این برنامه ما به خاطر ازی جالب است که یک انسانی که نه تنها خودش گمراه بوده یا خداوند هدایتش کرده، بلکه سبب گمراهی بسیار اشخاص دیگه می شده. و بالاخره یکی از شب‌ها که من در یکی از میمانی ها رفته بودم، قسمت و نصیب به اساس مقدرات الهی با امرای یزید در داخل موتر معرفی شدم و برای من قصه کرد که ما قبلا یک فالبین تاویزگری که به مردم به اشکال مختلف فال میدیدم. خب این توسط با دیدن سیدی های اسلامی بالاخره دوباره توبه میکنه و از راه غلطی که روان است پس به راه درست میه. دوستان عزیز، حال فعلا که این دوست ما بر ما زنگ زد و خواست امرای ما صحبت داشته باشه و خواست که در طی یک مصاحبه تمام قصه های زندگی خود به امرای ما بکنه. دوستان عزیز، ما فعلا اینجا منتظر از این دوست هستم که حال فعلا گفته که من میایم و شما با امرای ما بیاین و ببینین که ان شاء الله تعالی هر وقتی که از موتر پایان میشه با زور یک جای خط دیدیم. تلفنش برام رسید. سلام علیکم. دان دروازه بلاکا. موترتون چه رنگ است؟ خب از موتر خواهی پایین شوین، این طرف بیاین، ما یک جای بود. میرا دل بدل ده، 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 میرا دل بدل ده. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خدمت شما دوستای عزیز برنامه خاصی را که مثل که قبلا در آغاز مقدمه در بیرون گفتم، برنامه خاصی داریم درباره یکی از مشکلات مهم جامعه. این مشکل جامعه تنها مشکل اقتصادی نیست، مشکل سیاسی هم نیست، مشکل است که تعلق میگیره به عقیده و به ایمان. بعد از اینکه شما تقریبا آخرین تاریخی که کار میکردین کدام تاریخ گفتین؟ تاریخ 12/6/2013. 12/6/2013. چطور شما مثلا این عایدات، این تجارت، این دلار، این پیسه، این امکانات کل زیر ترک کردین؟ چطور شما مثلا فهمیدین، آغاز فهمیدنتان که بازی رو ترک بکنین چطور بود؟ استاد محترم، از 1/3/2010 که ما آغاز کردم تقریبا بعد از یک سالش که 1/3/2011 میشه، یعنی چیزی تاریخ دقیق این نیست که من میگم، خب یک تخمین است، تقریبا یک سال بعدش ما حقیقت درک کردم. چطور درک کردم؟ درک حقیقت فقط اینمی بود که از ما یک روز تصادفاً در مسجد پل خشتی داخل شدم. همینجا یک انتشارات جور شده بود، انتشارات به نام انتشارات مسجد پل خشتی. اینجا که من داخل شدم والا گفتم چقدر خوب است، اینال در اونجا نوشته بود که میموری کارت‌های موبایل پر می‌کنیم، سخن‌های ارزشمند اسلام برتن در میموری کارت موبایل. والا گفتم این چقدر خوب است. من رفتم مکمل یک هارد دیسک بر از اینا دادم، 1000 جی بی، گفتم میره برای من پر کنید. امور گرفتم شمیده رفتم دیگه. سبب اولش اینمی بود و خصوصا گپای خودتان از یاد شنیدم، تنها 200 کست خودتان ما گوش کردیم و از دیگه مولوی صاحب هم مختلف، از استاد عبدالسلام عابد، از متوکل صاحب، از
دکتر صاحب ایاز نیازی از ایاز نیازی را خو راستش زیاد گوش نکردیم و کم کم گوش کردیم از اونها را هم، لکن از امی خیر شاهی را گوش کردیم. شیخ صالح پردل. بله از شیخ صالح پردل، از اینا را ما تبلیغایشان گوش کردم و با مجرد که یک حقیقت درک میکردم امو چی را باز امو خلا را امو مشکل امو ویروس باز از کار خود میگم. مثلا وقتی که درک میکردم که روی تالی حرام است، روی تالی را بس میکردم. وقتی درک میکردم نقوش در تعویض حرام است، ایره بس میکردم. وقتی درک میکردم آینده با اسفند حرام است، ایره بس میکردم. همین هر چیز دانه دانه که میفهمیدم میرفتم که حرام است به حساب من است، کدام مجاز شرعی نداره، او را از کار خود دور کردم میرفتم تا بالاخره که باز همون تا آستا ایره هم پیدا کردم که همین تعویض هم اصلا نیست. باز بیخی ترک کردین؟ باز وقتی که فهمیدم که تعویض هم نیست، باز دیگه بیخی ترکش کردم. توبه کردین؟ بیخی توبه کردم و همیشه همین آیت مرا خوش می ساخت که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. و یک حدیث شریفه در باره خوانده بودم که کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التائبین توابون. مقسم یک حدیث شریف یعنی شما فهمیدن که یعنی الله و اما چون آیت شریف است قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. و از همش کدام مهم استاد برای ما چی بود این مثلا خب مسئله توبه و دیگه ای که من میگفتم خب امی جالب ای است که پسان ما خودم یعنی میفهمیدم و امی کسایی که تعویض میتن اینا هم میفهمن، تا جای اینا هم میفهمن که کار ما کار صحیح نیست. به خاطر از اینکه اینا وقتی که یک جای میرن در یک مجلس یک میمونی، اگر یک تعویض نویس امرای مشتکی میباشه او خود معرفی نمیشه، پرسانش کنی چی کار میکنی، میگه من دکانداری میکنم یا یک کار دیگه میکنم، نمیگه که من تعویض نویس هستم. این به این دلالت میکنه که خودشان هم تا حد میفهمن که کار ما غلط است، به خاطر که سر نام خود میشرمن. حتی اگر یک جای میرن خانه کرایی میگیرن، من خودم نمیرفتم بودم وقتی که خانه کرایی یک جای میخواستم بگیرم، بر از من نمیگفتم که من تعویض نویس هستم، برش میگفتم که من یا دکاندار هستم یا مصرف کدام کار دیگه هستم. چرا از این نام میشرمیدم؟ و همین جالبی که همین مراجعینی که پیش ما میاین، کسایی که پیش ما میشینن، وقتی که برشان زنگ میاد کجاستی، نمیگن که ما یک جای تعویض گرفتن رفتیم، میگفتن که ما پیش دکتر هستیم یا در شهر هستیم یا در بازار هستیم. یعنی اینا هم درک میکردن که ما به یک جای غلط رفتیم. خب حالا شما بعد از اینکه یک از را شنیدین، شما توحید با تمام جزئیاتش فهمیدین، ولی هم عقیده میخوانین؟ فعلا میخوانم به خاطر که ما یعنی درسای عقیده درسایی هست که ما خودم خود بسیار تشنه‌اش هستم و ایتو فکر میکنم که اگر هر قدر عقیده را بگیرم بازم کم است. و به می خاطر به مجرد که می کتاب عقیده را پیدا میکنم او را میخوانم و تبلیغ و وعظ و نصیحت که به ارتباط بیانه که به ارتباط عقیده باشه او را هم مشنوم و ایتو فکر میکنم که ما مثل که انسان در وجود خود یک ویتامین بسیار کم داشته باشه و دکترها برش همیشه از اون داده میره، مثل کلسیم و دیگه ویتامینا، فکر میکنم اینمی یگانه عنصری که در وجود ما کم بود امی عقیده بود و بسیار تشنه‌شم هستم و بودم و هر قدری که ما درسای عقیده را میخوانم و گوش میکنم بازم تو فکر میکنم که کم است. اگر مثلا همین اخلاص شما که واقعا با وجود از اینکه یک بخشش از تجارت بود، لکن گفتین وقتی که آهسته آهسته فهمیدین که چی حرام است و چی ناروا هست، با شنیدن کست ها و سیدی ها یا ترک کردین، شاید مثل شما رو به هزارها کس دیگه باشه که اما تو اخلاص داشته باشن لکن به می مرض مبتلا باشن و خودشان هم به شرک مبتلا شن و دیگرها را هم به می شرکیات مبتلا کنن. شما برای اونا چی گفتنی دارین که درد دلتان برشان بگوین که اگر اونا هم مثل شما روزی شود که به بارگاه الله رجوع بکنن و از این بدبختی خدا نجات بدن؟ کسایی که تعویض میتن استاد محترم و به نام تعویض نویس مردم پیش از اینا مراجعه میکنن، ایره خو شما در گپایتان خوب تشریح کرده بودین که یا به دو رقم به دو بخش تقسیم میشن. یکی مساحرین اصلی هستن که همراه شیطان ارتباط دارن
و یکی هم کسایی هستن که از این نام ساحر جادوگر به حساب اینا استفاده میکنن که یکی ساحر شما گفته بودین، یکی دم به ساحر گفته بودین. به این شکل دیگه این دو طبقه هستن. خب هر دو طبقه گمراه است و کسایی که مستقیم که شیطان ارتباط داره و خب بیخی گمراه است، خب مطلق کافر است. و این کسای دیگه که هستن این هم دیگه در درجه شرک هستن و شرک خب گناه عظیم است که الله جل جلاله امرای ما وعده کرده که تمام گناه ها میبخشم بغیر از شرک برای کسی که بخوایم میبخشم لکن شرک نمیبخشم. یکی خویی که دمی حالت اولش ما نمیفهمیم که ما چی وقت می مرگ به سراغ ما میآید. من نمیفهمم از اینجا که ما برایم ما تا خانه را زنده میرسم یا نمیرسم. انتحاری است، انفجاری است و می موتر زدن است و حادثات ترافیکی و هر قسم مرگای ناگهانی است که به سراغ انسان ها میآید. انسان خبر نداره که چی وقت فوت میشه، چی وقت از دنیا میره. امی کوشش باید بکنیم که در حالت شرک از دنیا نریم. یعنی در حالت شرک اول عقیده خود صحیح بسازیم که در حالت شرک از دنیا نریم، به خاطر که هیچ بخشیدن نمیشیم. اگر در شرک از دنیا رفتیم ولو که در ظاهر مسلمان بودیم، در حقیقت مشرک خداوند نمیبخشه. و شرک انواع شرک باید بفهمه مردم که چی است و به خاطر فهمیدن دیگه تو نمیشه که مردم یک تعداد مردم واسه یک قسم عقیده داشتن میگفتن که باید هر چیز عقیده کنی اونمو بر تو کافی و شافی است. مثلا به اینمی خاک عقیده کردی، به اینمی گل عقیده کردی و اینمی را به عنوان تبارک پیش خود گرفتی عقیده کردی بر ازی همین دیگه بر تو کافی است. خب اگر او برش کافی شوه باز عقیده به خالق چی میشه؟ طبعا استاد فقط تقاضای ما فعلا از جمله مسلمان ها کسایی که اخلاص دارن، اینا ما خودم هم اخلاص داشتم که به حق رسیدم، فقط اینا یک چیز مصرف کنن که وقتشان است، وقت خدا برای دین بدن، یک مقدار وقت خدا برای دین بدن، در این صورت اینا از دین فایده گرفته میتونن. اگر ما وقت خدا مال خدا برای دین ندیم دیگه باز ما نمیتونیم که تو اوای دین بیاید و در ذهن ما جای. خب ما امیدوار هستم او دوستای ما که فال میبینن یا تعویض میکنن و یا هم دمی بخشای از جادوگری مبتلا هستن، اگر اخلاص داشته باشن با از گپای شما استفاده کرده و توبه بکنن. اما کسایی که تعصب دم چشمشان گرفته و یا هم پول دنیا که نمیتونن تجارت خود ترک بکنن، خود هم به شرک مبتلا کردن و دیگران را هم اونا را دیگه ان شاء الله خداوند اونا را هدایت کنه. با کسایی که تقریبا شما گفتین 19000 و تقریبا چقدر نفر آدرسایش پیش شما هست و مراجعین زیاد داشتین، برای مراجعینتان و کسایی که پیش فالبین ها شاید اینا کسایی که شما را اگر پیدا نکنن پیش کس دیگه برن و یا کسای دیگه که همونطور میرن و خدا به شرکیات مبتلا میکنن و عقیده میکنن که فلانی یا علم غیب میفهمن، برای از اینا چی نصیحت میکنین برای این مراجعینتان و برای مردم؟ بله، کسایی که آواز ما را میشنون گپی که ما میگیم ان شاء الله گپ حق است، ایره تحقیق هم کردن میتونن. تمام کسایی که اونا دعوای علم غیب دارن به انواع مختلف با نحوه های مختلف، مردم امروز دعوای علم غیب دارن. یکی میگن ما از طریق کفشناسی، یکی میگه از طریق علم اعداد، یکی میگه از طریق فال، یکی میگه از طریق رویتالی، به هر نوع، یکی میگه از طریق جنیات. به هر نوع نحوی که اینا دعوای علم غیب دارن دعوایشان باطل است و شما اینا میتونین که ایتو عملا هم ببینین. مثلا پیش یک فالبین میرین او برای درباره گذشته و آینده گپ میزنه، خود میتونی برش بگویی که امین تو گذشته و آینده رو خب برای من گفته رفتی خیر ببینی، امین دست من چی است، امین سرپوش قلم دمی دستت بگی برش بگو امین دست من چی است. اگر امیر خو اولش برات گفتن نمیتونه، اگر احیانا امیرم گفته بتونه باز ای به این مناسبه که امرای شیاطین ارتباط داره، یعنی شیطان بر از اون میگه که در دست از این قلم است، این جادوگر ساحر است که شیطان ارتباط داره. یکی مسئله است. و دیگه قبلا در ذهن من سوالات بسیار زیاد بود درباره تعویضات. میخواستم از استاد پرسان بکنم که تعویض گشایش بخت است در اسلام، تعویض گشایش کار است در اسلام، تعویض بند پخته و حفاظت حمل و اولاد دادن و این گپا است. وقتی شما خودتان گفتین که رسول اکرم صلی الله علیه و نکرده و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رهبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و است. وقتی که او تعویض برای گشایش بخت و برای چیزا ندادن و شما خودتان گفتین که از رسول الله صلی الله علیه و هیچ اثر نیست، علما میگن
و هم یک روایتی که او از او صحابی گفته شده که یک تعویض او را برای نوشته کرده، او ضعیف است. دیگه این چیز وقتی که از پیغمبر سم نیست و از صحابه کرام نیست، هر چیزی که بعد از پیغمبر و صحابه این چیزایی که جور شده این کلش جمله بدعت ها میره و این بدعت ها کلش دلالت و گمراهی میره. در اول در ذهن ما سوالات زیاد بود از این قبیل. خب سوالات ما کلش جواب شد و یک نقطه که تعویض نیست، تعویض در اسلام نیست. تعویض و رقیه شرعی است که توسط شرعی خو مسئله جداست. بله که دم میشه. یکی از علما خداوند جزای خیر بتشه به نام سعید بن وهب القحطانی، سعید بن علی بن وهب القحطانی در این راستا بسیار خدمت کرده. رقیه شرعی یک کتاب را به ارتباط نوشته کرده از ذکر و دعا و العلاج بالرقه. الذکر و دعا و العلاج بالرقه که کتاب از اینترنت هم فکر کنم سایت اقتدام شاید باشه از جای گرفته میتونن. کسایی که به این نحوه علاج شرعی میکنن در ان شاء الله کدام مشکل نیست. لکن اگر تعویض نوشته میکنن ولو که از آیات قرآن باشه، ای که از آیات قرآن نباشه ای خو کفر و شرک از گپ واضح است، لکن ولو که از آیات قرآن هم باشه این قسم تعویض هم در اسلام نیست. پس هر کسی که تعویض ولو که از آیات قرآن نوشته میکنه پیش خود میگیره، این در حقیقت یک بدعت است. یعنی منظوری است که کسایی که پیش شما آمده بودن اون 19000 یعنی شما فکر میکنین که اونها به شرکیات مبتلا هستن؟ این خب واضح بود، یعنی از گپایشان معلوم میشد. خب چی برشان نصیحت میکنین شما؟ اونا شما را بسیار دوست دارن و همین الان شما را اگر ببینن شاید گپایتان با بسیار دوستی برشان چی نصیحت دوستانه میکنین؟ فقط اولش خود دل من برای خودم میسوخت، برای خودم دلم میسوخت که من در قسم یک گودال جهالت افتیده بودم و حالا در قدم دوم دلم برای از اینا هم میسوزه که من خداوند هدایت کرد و انشالله به یک اکتفا نمی کنم، هنوز هم در جستجوی حقیقت و هدایت می باشم. لکن جای تأسف و دلسوزی برای کسایی هست که اونا کمترین آگاهی هم در این موارد ندارن، کمترین معلومات هم در این موارد ندارن استاد. دیگه فقط یگانه راه حل اگر کسی خوانده میتونه، نوشته کرده میتونه، سواد داره ولو که سواد متوسط باشه، سواد عالی نباشه، فقط اونا یک چند کتاب مطالعه بکنن. حداقل اگر هیچ خوانده نمیتونیم سیدی های اسلامی رو بشنویم. امی کسایی که سواد ندارن امی خواهمی سیدی های اسلامی رو میتونن. راستی بعضی کسا میگم سیدی های اسلامی بعضی وقت خود برای ما یگان کس میگه شما چی سیدی و درس ثبت میکنین و هیچ فایده نمیرسونه. فایدهش ما عملا دیدیم استاد. در این اواخر کسایی که پیش ما مراجعه میکردن تعویض ما برای اینا سیدی های شما بود. مثلا کسی که مراجعه میکرد به ارتباط فال روی تاله، به ارتباط تعویض محبت و بغض گپا، ما 3 موضوعی که شما در این مورد داشتین، 3 یا 4 موضوع فکر کنم شما در این مورد داشتین، او را برشان میدادم که نمبرش هم 175 بودم و لست سی دی 175 بود فکر کنم. این را برشان میدادم و کسایی که درباره کار مراجعه میکردن که کار ما نمیشه، ما برشان 166 در 166 شما 4 دانه سی دی داشتین، 400 دو گپ زده بودین در مورد کار. ایره برشان میدادم و میگفتم که فعلا تعویض ما براتون نمیاد، شما اینو میره بشنوین ان شاء الله. اینمی یک راهنمایی است به ارتباط گشایش کار. باز تو کسی اومده باشه که بازی سیریاسشون تاثیر کرده باشه؟ طبعا چرا نه. مثلا جوانا مراجعه میکردن میگفتن که از جمع ذکور و ناس میگفتن که والا ما فلان جای خواستگاری میریم آیا بر ما مناسب است یا نه. ما برشان میگفتم که اول شما مشوره علما رو بگیرین. مشوره علما رو خو معلم نیستم لکن مشوره علما رو در یک مموری کارت موبایل برات میتم. در نمبر 54 شما یک تفصیل داشتین خطاب بر جوانان، معیارهای ازدواج بیان کرده بودین. او رو برشان میدادم که معیار اصلی تقوا بود که کسی که به اساس تقوا امرای از ازدواج میشه، بازی را پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده بود و برش گفته بود تربت یدک. ایره برشان میدادم. ای طبعا و در قدم دوم برش میگفتم که شما استخاره بکنین در هر موضوع. فعلا ما استاد فکر میکنم در هر موضوع اگر کسی پیش ما مراجعه کنه، ما مطابق مشکل از او سی دی هم می داشته باشم و کتاب هم می داشته باشم. لکن بعضی کسا رو ما شنیدیم که برای امو جوانان نصیحت میکنه که سی دی های استاد دایی را نشنوین، از مولوی صاحب عابده نشنوین،
از دکتر سبیازه نشنوین، CD های مولوی سید متوکل نشنوین، از دکتر سید عبدالباری نشنوین. یکی خب استاد اونا شاید خودشان مردمای فاسد باشن، چرا که کسی که از فساد دور باشه این قسم گپ نمیگه. اولش خودشان امکان داره که مردمای فاسد باشن و عقاید اسلامی را هم نداشته باشن، به خاطر که رسوا نشن و مردم حقیقت را درک نکنن و چیزاشن. بله، به خاطر از اینکه امو حقایق از اونا رسوا نشن. و دیگه پیش ما امیال بسیاری از این کسایی که در اوتالا میخوانن مراجعه میکنن که والا کاروبار ما خود رو به سقوط است، یک تعویض برای ما بده که می کار ما خوب شه و ما را کس در اوتالا نمیبره. یعنی تعویضگرا برای سازنده هم خدمت میکنن؟ خدمت میکنن، هر کسی که بیای و پیسی خود میگیره اینا برشان یک تعویض میده. استاد عزیز تشکر. احساستان حال فعلا که از او حالت برگشتین و حال توبه کردین و دوباره به اسلام و به توحید برگشتین، چه احساس دارین فعلا؟ فعلا احساس طبعا بسیار خوب دارم، بسیار خوش دارم. فقط یگانه کمی را که احساس میکنم با وجود از اینکه کوشش میکنم که عمل صالح انجام بدم، هر قدری که من کوشش میکنم بازم همین عمل صالحی که انجام میدم ایره بسیار کم فکر میکنم. میگم که یه نظر به کارهایی که ما میکردیم اگر حال اعمال صالح انجام میدیم این بسیار کم است، لکن بازم از خداوند امیدواری هست. امید دارم که امی اعمال ما یک جبیره بوده باشه به خاطر اعمال گذشته ما. و در ضمن امی کسی که سازنده است، مثلا ساز زننده دیگه مراجعه میکنه که برای ما تعویض بده که مرکز در وقتا در هتل نمیبره. بسیار از اشخاص مشهور من نامش نمیگیرم، شاید یا هم یارسی اسلامی که شروع شده ما خندیم میگیره، ما پیش خود خندیم میگیره. بگیم از یک طرف استادا و علمای دین در مقابل شما کار کرده میره، این گپ بر از اونا برشان نمیگم. و از طرف دیگه تو اومدی ان شاء الله در دلم میگم که این کار شما یک وقت بیخی کاملا سقوط خواهد کرد. خیر کم 50% سقوط کرده، یک وقت 20% کاملا استاپ خواهد شد. باز ما اینا رو برشان میگم که شما برین انتشارات برش آدرس میگم در این انتشارات برین، همین کتاب برش به شکل تو یک شفری وارد نوشته میکنم که اگه نام کتاب بخونن خود نمیگیرن. میموری کارت هم باز اونجا که میرن اونا قاری صاحب هستن، باز کتابم براشون میده در مورد موسیقی و اسرار و احکامش از نگاه اسلام و در میموری کارت هم یگان چیزا رو براشون میندازه. این رقم میشنون دیگه باز بیخی پیش من. خب استاد بسیار زیاد تشکر میکنیم، الله سبحانه و تعالی بر شما اجر بده. دوستای عزیز، من فکر میکنم که هر کسی اخلاص داشته باشه و صادقانه به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی حرکت بکنه، حتما قرآن هدایت است برای متقیا. و این که استاد با وجود از این که چندین سال در امت مشکلات مواجه بودن، لکن گپ سر از این است که الله سبحانه و تعالی میگه و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگوین بر بنده های ما که زیاده روی کردن در نفسای خود اینا از رحمت الله ناامید نشن. وقتی خود انسان اخلاص داشته باشه، ایمان داشته باشه و اگر انسان مثلا اشتباهی هم میکنه، بعد از اینکه فهمید که ما اشتباه کردیم و حقیقت درک کرد و تسلیم میشه، امی بزرگترین سعادت و خوشبختی هست. دیگه علمایی که صدای ما را میشنوند در هر جای دنیا که هستن، تقاضای ما است که علمای محترم درسای عقیده را بیشتر بسازین، در مورد خرافات و بدیها و بدعتها همین قسم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صراحت بیان میکردن، با صراحت بیان بکنین، زیاد درس در عقیده بتین. هر وقتی که مردم ما خالق متعال با صفاتش بشناسن، حتما ان شاء الله تعالی اینا در وجودشان تغییرات زیاد میه و این وظیفه علمای اسلام هستن که به مردم واقعیت ها را برسانن. از این که استاد محترم همراه ما آماده شدیم که در این برنامه اشتراک بکنین. ان شاء الله سخنهای شما هر کلمه از اینا برای خود من شخصا بسیار درس بسیار بزرگ بود که من هم بسیار چیزای جدید آموختم که نمیفهمیدم، چون کسایی که در این راستا در این باره استاد بسیار می‌باشین گپ تنقیت کردم. یعنی گپ و سخن خیلی زیاد است که اگر برنامه‌های متواتر هم داشته باشیم شاید امی سلسله حقیقت تعویضات و تعویض نویسان بسیار ادامه پیدا کنه. این به شکل اختصار بود که ما بیان کردم. اگر سر جزئیات بریم باز نیاز به برنامه‌های بسیار زیاد دیگه هم. امیدوار هستیم که دوستان ما دیگه برنامه‌های هم داشته باشن تا که شما در جزئیاتش بیشتر صحبت بکنین.
جزاکم الله خیرا. الله سبحانه و تعالی بر شما موفقیت نصیب بکنه، زندگی خوب. و ما براتون تبریک میگم، امی تغییری که شما در وجودتان آوردین ان شاء الله تعالی فعلا در جمله بنده های صالح خداوند همه ما شما را در روز قیامت حشر بکنه. دوستان عزیز، بسیار زیاد تشکری که در این برنامه با همراه ما اشتراک کردیم. امیدوار هستیم که این برنامه رو خودتان دیده باشین و اگر خوشتان آمده یک کار بکنین که هر سیدی اسلامی که خوشتان میه و هر دعوت اسلامی که خوشتان میه کوشش کنین که از اون سیدی های دیگه کاپی بکنین مثل استاد واره و برای دوستان توضیح بکنین، چرا که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی رضی الله عنه میگه که اگر الله توسط تو یک شخصی را هم هدایت بکنه بهتر است از یک کاروان تجارتی بزرگی که حمر النعیم میگفتن. خداوند متعال همه ما شما را توفیق نصیب بکنه که دعوت به اسلام بکنیم و دعوت به دین بکنیم و مردم با معنای حقیقی لا اله الا الله محمد رسول الله بفهمانیم. پروردگار متعال ما و شما را آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگردانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیاد تشکر و سلامت.